سلام، به قسمت 12 از کتاب جادوی فکر بزرگ خوش آمدید. من نایلی هستم. با هم میریم که شروع کنیم. شرایط جدیدی برای دستیابی به موفقیت به وجود بیاورید. مانع شماره 1 در جاده رسیدن به موفقیت‌های سطح بالا، احساس عدم دسترسی به پیروزی‌های بزرگ است. این نگرش از بسیاری از نیروهای سرکوب کننده سرچشمه می‌گیرد که فکر ما را به سطح متوسط هدایت می‌کند. برای شناختن این نیروی سرکوب کننده بیایید به دوران کودکیمان برگردیم. ما نیز مانند هر کودک دیگری اهداف بلندی داشتیم. در آن دوران برنامه می‌ریختیم که مکان‌های ناشناخته را فتح کنیم، رهبر باشیم، به موقعیت‌های بزرگ و برجسته برسیم، کارهای مهیج و هیجان انگیز انجام دهیم، ثروتمند و مشهور شویم، نفر اول بزرگترین و بهترین فرد باشیم. و در غفلتی پاک و معصوم راه رسیدن به اهداف خود را چه آسان فرض می کردیم. اما پس از آنچه اتفاق افتاد، خیلی قبل از آنکه به سنی برای تحقق اهداف برسیم، مجموعی از تأثیرات سرکوب کننده از راه رسیدن و وارد عمل شدند. از همه طرف می شنیدیم که رویا پردازی کاری احمقانه است. رویاهایمان از نظر دیگر غیر عملی، ساده‌لوحانه و احمقانه به نظر می رسیدند. یا می گفتند برای رفتن به این مکانها باید پول زیادی داشته باشی. این شانس است که تعیین می کند چه کسی پیشرفت می کند. باید دوستان سرشناسی داشته باشی و تو برای انجام این کار خیلی جوان و یا خیلی پیری. بیشتر افرادی که در معرض تلقینات و چنین جملاتی قرار میگیرند نمیتوانی موفق شوی پس خودت را اذیت نکن به 3 دسته تقسیم میشوند. گروه اول، آنهایی که کاملا تسلیم میشوند. بیشتر مردم عمیقا متقاعد میشوند که شایستگی موفقیت را ندارد و از توانایی‌های لازم برای رسیدن به آن برخوردار نیستند و فکر می‌کنند که موفقیت و پیروزی واقعی از آن کسانی است که شانس و اقبال با آنها یار است. این افراد را راحت می‌توانید شناسایی کنید، زیرا آنها تمام انرژی خود را صرف توجیه موقعیت خود و توضیح اینکه چقدر حقیقتا خوشحال هستند می‌کنند. مردی بسیار باهوش و 32 ساله که خودش را به موقعیتی امن اما سطح پایین راضی کرده بود، اخیراً چند ساعتی را به توضیح علت رضایت از شغل کنونیش به من اختصاص داد. کار او در حد حرف خیلی عالی بود، اما او نیز می‌دانست که فقط دارد خودش را گول می‌زند. چیزی که او واقعاً می‌خواست موقعیت چالش برانگیزی بود که باعث رشد و پیشرفت او شود، اما مجموعی از تأثیرات سرکوبگر او را قانع کرده بودند که او شایستگی انجام کارهای بزرگ را ندارد. در واقع این گروه شکل تفریطی نارضایتی‌های شغلی هستند که در پی فرصت‌های طلایی می‌گردند. گروه دوم کسانی که تا حدودی تسلیم شده‌اند. گروه دوم که نسبت به گروهی افراد کوچکتر است، با امیدواری بسیار زیادی برای کسب موفقیت وارد دوران بزرگسالی می‌شوند. افراد این گروه خودشان را آماده می‌کنند، کار می‌کنند، نقشه می‌ریزند، اما پس از 1 دهه یا بیشتر سختی کارشان افزایش می‌یابد و آنها رقابت بر سر مشاغل رده بالا را بسیار دشوار می‌بینند. و سپس این گروه به این نتیجه میرسند که موفقیت‌های بعدی ارزش تلاش و کوشش را ندارند. توجیه آنها این است که درآمد ما از حد متوسط بیشتر است و بهتر از سطح متوسط زندگی می‌کنیم. پس چه دلیلی دارد که بیهوده خودمان را خسته کنیم؟ در واقع این گروه ترس‌های بسیار زیادی را در خودشان راه دادند. ترس از شکست، مخالفت‌های اجتماع، ترس از بی‌امنیتی و ترس از دست دادن همه چیزهایی که به دست آوردند. این گروه احساس رضایتمندی نمی‌کنند چون عمیقاً به این باور رسیدند که تسلیم شدند. این گروه شامل افراد باهوش و با استعدادی هستند که در زندگی خزیدن را انتخاب می‌کنند، زیرا که از ایستادن دویدن می‌هراسند. گروه سوم کسانی که هیچگاه تسلیم نمی‌شوند. این گروه که شاید 2 الی 3% از کل افراد را تشکیل دهد، بدبینی را به خودشان راه نمی‌دهند. به خزیدن و تسلیم شدن در برابر نیروهای سرکوبگر اعتقادی ندارند.
به جای آن با فکر موفقیت زندگی کرده و تنفس می‌کنند. این گروه از بین گروه‌های دیگر شادترینند، زیرا که موفقیت بیشتری کسب کردند. مشاغلی که افراد این گروه به دست می‌آورند، فروشنده‌های برتر، مدیران ارشد، رهبران ارشد در زمینه‌های شغلی خود میباشد. آنها زندگی را هیجان انگیز و فوق‌العاده و ارزشمند می‌دانند. این افراد همیشه در انتظار روز جدید و برخورد جدید با دیگران هستند، مانند ماجراجویی که حتما باید تمام زندگی خود را در آن بگذرانند. بیایید رو راست باشیم. همه ما می‌خواهیم که در جزء گروه سوم باشیم، گروهی که هر سال موفقیت‌های بزرگتری کسب می‌کنند، گروهی که هر کاری می‌کنند نتیجه می‌گیرند. برای قرار گرفتن البته باقی ماندن در این گروه باید با تأثیرات سرکوب‌کننده محیط اطراف ما مبارزه کنیم. برای درک این که چگونه افراد گروه اول و دوم ناخواسته سعی می‌کنند شما را عقب نگه دارند، این مثال را مطالعه کنید. فرض کنید که به چند نفر از دوستان متوسط خود صادقانه بگویید روزی قرار است که من نایب رئیس این شرکت شوم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستانتان احتمالاً فکر می‌کنند که شما شوخی می‌کنید و اگر باور کنند که شما جدی گفتید، به احتمال زیاد به شما خواهند گفت بیچاره، باید خیلی چیزها رو یاد بگیری. ممکن است که پشت سرتان بگویند که یک تخته‌اش کم است. حالا فرض کنید که شما همین جمله را با صداقت تمام به مدیر شرکتتان بگویید. واکنش او چگونه خواهد بود؟ مطمئناً او به شما نخواهد خندید. او با دقت به شما نگاه خواهد کرد و سپس از خودش خواهد پرسید آیا واقعا این آدم چنین منظوری دارد؟ باز هم تکرار میکنم، او نخواهد خندید، زیرا که افراد بزرگ به ایده های بزرگ نمیخندند. یا فرض کنید که شما به بعضی افراد معمولی بگویید که قصد خرید خانه گران قیمت را دارید. ممکن است که آنها به شما بخندند، زیرا که فکر میکنند که غیر ممکن است، اما تصمیمتان را به فردی که خودش نیز در خانه گران قیمت زندگی میکند بگویید. او اصلا تعجب نمیکند، او چون خودش نیز این کار را انجام داده میداند که غیر ممکن نیست. به یاد داشته باشید کسانی که به شما میگویند این کار شدنی نیست، افراد ناموفقی هستند که از لحاظ کارایی سطحی متوسط یا پایینی دارند. نظرات این افراد مانند سم است. دیوار دفاعیتان را در برابر افرادی که سعی در متقاعد کردن شما دارند که نمیتوانید این کار را انجام دهید محکم‌تر کنید. توصیه‌های منفی را فقط به عنوان چالش بپذیرید تا ثابت کنید که میتوانید این کار را انجام دهید. در رابطه با این مسئله بسیار محتاط و مراقب باشید. اجازه ندید که افراد منفی باف، منفی ها برنامه‌ای که راجع به موفقیت در سر دارید را نابود کنند. منفی ها همه جا هستند و به نظر می رسد که از خراب کردن پیشرفت دیگران خوشحال می شوند. در دوران دانشگاه چند ترم با فردی به نام وو هم درس بودم. او دوست خوبی بود، از آن نوع آدم هایی که اگر میری در سختی قرار دارید به شما پول قرض میداد و از راه های کوچکی به شما کمک میکرد. برخلاف این وفاداری فوق‌العاده‌ای که داشت، آقای وو کاملا به زندگی در پیش رو، آینده و فرصت آن بدبین بود. او یک منفی باف تمام عیار بود. در طول همان دوران من خواننده پروپاگورس بخشی از روزنامه بودم که تاکید زیادی بر روی امید، رویکرد مثبت و فرصت‌های زندگی داشت. زمانی که وو مرا در حال خواندن این مطالب دید یا حرفی از آن به میان می‌آمد، با لحن شدیدی به من میگفت تو به خاطر پیتودی هم که شده صفحه اول را بخوان. آنجاست که مطالبی درباره زندگی یاد میگیری. خودت باید بفهمی که نویسنده این مطلب با فریب دادن افراد ضعیف پول زیادی بالا میکشد. هر موقع که بحث ما به پیشرفت در زندگی میرسید، وو همیشه با فرمولی پولساز ظاهر میشد و میگفت دیو، این روزا فقط از 3 راه میتوان پولدار شد. راه اول با زنی پولدار ازدواج کنید، دوم از راهی تر و تمیز دزدی کنید و یا راه سوم با آدم‌هایی که پارتی زیادی دارند آشنا شوید. وو همیشه آماده دفاع از فرمولش با ارائه چندین مثال در همان رابطه بود، همان طوری که سخت مشغول مطالعه صفحه اول روزنامه بود. فوراً میگفت که یک نفر از میان صدها سرکارگر پول زیادی را از صندوق اتحادیه بالا کشیده و با پولهای فرار کرده است. او چهارچشمی به فرصتی برای ازدواج با آن خانم میلیاردر است.
و او فردی را می‌شناخت که از طریق آشنایی با یک آدم بزرگ و پولدار توانسته در یک معامله بزرگ و خوبی قرار بگیرد و از همان طریق پولدار شده است. او چند سال از من بزرگتر بود و در درس‌های مهندسی نمرات بسیار خوبی می‌گرفت. من همیشه به نحوی او را مانند برادر بزرگتر خودم می‌دیدم و من به طرز خطرناکی در معرض رها کردن اعتقادات خودم در رابطه با اصول رسیدن به موفقیت و پذیرفتن فلسفه افراد منفی باف بودم. خوشبختانه یک روز عصر پس از گفتگوی طولانی با وو به خودم آمدم و متوجه شدم که کل این مدت به آوای شکست گوش فرا داده بودم. به نظر می رسید که وو بیشتر از آن که بخواهد مرا به سمت مسیر فکری خود بکشاند، سعی در قانع کردن خودش با این حرفها دارد. از آن به بعد وو برای من به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی درآمد. من به جای پذیرش حرفایش در مورد او مطالعه کردم و سعی کردم که بفهمم که چرا او چنین عقایدی دارد و بالاخره این عقاید او را به کجا خواهد کشاند. من دوست منفی باف خودم را به عنوان درس عبرت خود قرار دادم و اکنون 11 سال است که او را ندیدم، اما دوستی مشترک چند ماه پیش او را دیده بود. میگفت که او به عنوان نقشه‌کشی کم درآمد در واشنگتن مشغول به کار است. از دوستم پرسیدم که آیا او تغییر کرده است یا خیر. نه، حتی منفی‌تر از آن زمان نیز شده و وضع روزگار بسیار دشواری دارد. او 4 بچه دارد و با درآمد کم زندگی خیلی به او سخت می‌گذرد. اگر وو می‌دانست که چگونه باید از مغزش استفاده کنم 5 برابر الانش درآمد داشت. منفی باف ها همه جا هستن. بعضی از این افراد منفی باف مانند دوست من که مرا به سمت چاه میکشان نیت بدی نداشت، اما برخی دیگه افراد حسودی هستند که نه تنها خودشان هیچ پیشرفتی نمیکنند بلکه سعی دارند جلوی پیشرفت شما را نیز بگیرند. آنها خود را فردی نالایق میدانند و میخواهند شما را نیز به فردی معمولی و بیکفایت تبدیل کنند. خیلی مراقب باشید. منفی باف ها را زیر نظر داشته باشید. اجازه ندهید برنامه‌های شما را برای رسیدن به موفقیت خراب کنند. اخیراً کارمند جوانی علت تغییر محل کارش را برایم توضیح داد. او گفت فردی در شرکت بود که چپ و راست غر می‌زد که در چه شرکت مزخرفی کار می‌کنیم. صرف نظر از کارهایی که برای مدیریت انجام میداد، دائما از همه چیز ایراد می‌گرفت. از سرپرستش گرفته تا رده‌های بالا همه را با دید منفی می‌دید. فروش محصولات خوب پیش نمی‌رفت و هر کدام از سیاست‌های شرکت مشکلی داشتند. از دید او قطعاً همه چیز عیب و ایراد داشت. هر روز صبح من ناراحت به سر کار می‌رفتم و هر شب عصبی و مضطرب به خانه باز می‌گشتم و هر شب بعد از 45 دقیقه گوش دادن به یاوه‌گویی‌های او درباره هر چیزی که آن روز خوب پیش نرفته بود و خراب از آب درآمده بود، ناامید و افسرده به خانه باز می‌گشتم. سرانجام ناگهان تصمیم گرفتم که محل کارم را تغییر دهم. حالا زندگیم یک دنیا فرق کرده است، زیرا که در گروهی هستم که می‌توانند هر دو بعد مشکلات را ببینند. کارمند جوان محیطش را تغییر داد. کار او زیرکانه بود. این چنین نیست؟ اشتباه نکنید. شما از روی دوستانی که داری شناخته میشید. در واقع این گونه است. کبوتر با کبوتر باز کند، هم جنس با هم جنس پرواز. هیچ کارمندی کاملا شبیه به دیگری نیست. بعضی از آنها منفی نگر و برخی دیگر مثبت نگرند. بعضی از آنها چون مجبورند و چاره‌ای غیر از این ندارند کار میکنند، در حالی که برخی دیگر بلند پروازند و به دنبال پیشرفت در کارشان هستند. برخی از همکاران هر آنچه رئیس میگوید یا انجام میدهد را محقر میشمارند، در حالی که برخی دیگر واقع بین هستند و درک میکنند قبل از اینکه به یک رهبر خوب بشوند باید یک پیرو خوب باشند. طرز فکر ما مسلماً تحت تاثیر افرادی است که با آنها در یک مکان کار می‌کنیم. مطمئن شوید که با گروهی کار می‌کنید که طرز فکر درستی دارند. تله‌هایی در محیط کارتان وجود دارند که باید مراقب آنها باشید. در هر گروهی افرادی هستند که غافل از بی‌کفایتیشان می‌خواهند که سر راهتان بایستند و شما را از پیشرفت باز دارند. برخی افراد بلند همت و بلند پرواز مورد تمسخر یا تهدید قرار گرفته، زیرا که می‌خواستند موثرتر باشند و کار بیشتری انجام دهند. بیایید با آن روبرو شویم. برخی که حسودند وقتی می‌بینند که شما به دنبال پیشرفت هستید می‌خواهند حس دلسردی و پریشانی به شما بدهند. این اتفاق اغلب در کارخانه‌ها رخ می‌دهد، زمانی که کارگران از
دست کسی که میخواهد سرعت بخش تولید را بالا ببرد عصبانی میشود. این اتفاق نیز در خدمت سربازی پیش میآید. زمانی که یک دست از افراد منفی باب سربازی را که میخواهد به دانشکده افسری برود را تحقیر میکنند. این هم در تجارت نیز اتفاق میافتد. زمانی که معدود افرادی صلاحیت لازم برای پیشرفت را ندارند و سعی میکنند که راه را برای فرد دیگری نیز مسدود کنند. بارها در دبیرستان‌ها دیده اید که گروهی از تنبلان و نادانهای کلاس همکلاسیشان را که از هوش خوبی برای استفاده از فرصت‌های تحصیلی برخوردار است میتواند با نمره‌های خوبی فارغ التحصیل شود را مورد تمسخر قرار میدهند. گاهی اوقات متاسفانه بیشتر اوقات دانش آموز با استعدادی که مورد طعنه و تمسخر دیگران قرار گرفته است به این نتیجه میرسد که باهوش بودن عاقلانه نیست و فایده ای ندارد. وجود افراد منفی باف را در جمع خود نادیده بگیرید. نظرات و کنایه هایی که اغلب در اطراف و نزدیکی شما به گوش میرسد آنقدر که در وهله اول به نظر میرسند شخصی نیستند. آنها صرفا انعکاس احساس ناکامی و دلسردی خود گوینده هستند. اجازه ندهید که افراد منفی باف شما را تا سطح خود پایین بکشانند. بگذارید لیز بخورند و بروند، مانند آبی که از پاهای چرب مرغابی به پایین سر میخورد. به محفل افرادی بپیوندید که تفکرات ترقی خواهانه‌ای دارند و با آنها به بالا بروید. اگر فقط خوب فکر کنید میتوانید موفق شوید. یک هشدار: نسبت به فردی که شما را نصیحت می‌کند محتاط باشید. در بیشتر سازمان‌ها با مشاوران مستقیم روبرو می‌شوید که کاملا راه و چاه را می‌دانند و برای راهنمایی کردن شما بسیار مشتاقند. یک بار مشاور مستقیم را دیدم که در حال توضیح حقایق و زندگی اداری به جوان باهوش تازه‌کاری بود. مشاور میگفت بهترین راهی که میتوانی در اینجا کار کنی این است که سر راه کسی قرار نگیری. اگر که آنها تو را بشناسند تنها کاری که میکنند این است که هرچه کار دارن روی دوش تو میگذارند و مخصوصا سعی کن که از مدیر بخش آقای ز دور بمانی. اگر او فکر کند که تو به اندازه کافی کار نداری آنقدر کار روی سرت میریزه که دیگه از خستگی نایی نداشته باشی. این مشاور مستقل حدوداً 30 سال با این شرکت کار میکرد اما هنوز پایین ترین فرد در سلسله مراتب کاری به حساب میآمد. چه مشاوری است برای جوانی که تازه میخواهد در کارش پیشرفت کند. نصیحت پذیرفتن از افراد آگاهی که میشناسید را به صورت قانون درآورید. اینکه افراد موفق در دسترس نیستند باور غلطی است که در بین مردم وجود دارد و حقیقتا این گونه نیست، در حالی که افراد موفق متواضع‌تر و برای کمک به افراد دیگر آماده ترند. از آنجا که آنها صمیمانه به کار خود و کسب موفقیت علاقه‌مند هستند مشتاقانه شاهد ادامه داشتن آن بوده و خواهان اینند که فرد لایق و توانایی جانشین آنها شود. این افراد بسیار بزرگ اغلب ناشناسند و به سختی میتوان آنها را شناخت. یک مدیر اجرایی این مطلب را روشن می‌کند. من سرم خیلی شلوغ است اما هیچ تابلویی با عنوان مزاحم نشوید بر روی در اتاق من نصب نشده است. مشاوره مردم یکی از عملکردهای اصلی من است. ما به همه افراد این شرکت یک یا چند نوع دیگر آموزش‌های استاندارد را داده ایم. اما مشاوره فردی یا تدریس خصوصی برای همه افراد امکان پذیر است. من همیشه آماده مشاوره و کمک به فردی هستم که با مشکل شخصی یا در رابطه با شرکت به اتاق غم می آید. اما فردی که کنجکاوی و تمایل زیادی خود را در مورد شناخت بهتر کارش و ارتباط با مشاغل دیگر نشان می‌دهد فردی است که بیشتر از دیگران دوست دارم به او کمک کنم. او گفت اما بنابر دلایلی روشنی وقتم را نمیتوانم صرف نصیحت و راهنمایی به کسی بکنم که به این کار علاقه ندارد. برای سوال پرسیدن بهترین راه را انتخاب کنید. پند گرفتن از افراد شکست خورده مانند این است که شما از یک رمال برای مداوای سرطان راه حل بخواهید. بسیاری از مدیران اجرایی امروزه هرگز فردی را برای مشاغل مهم بدون مصاحبه با همسرش به کار نمیگیرند. یکی از مدیران فروش به من گفت میخواهم مطمئن شوم که خانواده این فروشنده حامی و پشتیبان اوست. خانواده با درکی که هنگام سفر با ساعات غیر منظم و دیگر مشکلاتی که بخشی از کار است مخالفتی ندارد و در شرایط سخت و اجتناب ناپذیر به فروشنده کمک میکند.
امروز مدیران اجرایی دریافتند که آنچه در آخر هفته از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 صبح اتفاق می‌افتد بر عملکرد شخصی فرد از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر تأثیر می‌گذارد. شخصی که زندگی غیرکاریش سازنده است همیشه موفق‌تر از شخصی است که در یک خانه با محیطی کسل کننده و غمگین زندگی می‌کند. بیایید به دو همکار جان و میلتون نگاه کنیم و ببینیم که شیوه عادی و معمول هر یک برای گذراندن آخر هفته ها چیست. بیایید به نتایج نهایی نیز نگاه کنیم. برنامه استراحت روحی جان در آخر هفته شبیه به چنین چیزی است. معمولا یک روز عصر خود را با دوستان جالب و خوبی که با دقت آنها را برگزیده می‌گذراند. یک عصر دیگرش را نیز معمولا صرف دیدن فیلم و یا برنامه شهری یا اجتماعی می‌کند و یا به خانه یکی از دوستانش می‌رود. جان صبح شنبه را به کارهای پیشاهنگی اختصاص می‌دهد و شنبه بعد از ظهر را در اطراف خانه پرسه می‌زند و دیگر کارهایش می‌رسد. اغلب خودش را درگیر پروژه‌های خاصی می‌کند. او در حال حاضر در حال ساخت پاسیو در حیاط خلوت خانه‌اش میباشد. روزهای یکشنبه جان و خانواده‌اش کارهای خاصی انجام میدهند. یکشنبه گذشته آنها کوهنوردی کردند. یکشنبه دیگری را به بازدید از موزه اختصاص دادند. گاهی اوقات به خارج از شهر میروند زیرا جان تصمیم دارد در آینده نه چندان دور ملکی را بخرد. عصر یکشنبه بی سر و صدا سپری می شود. جان معمولا کتاب می خواند یا اخبار می بیند. در کل تعطیلات آخر هفته جان برنامه‌ریزی شده است. بسیاری از فعالیت‌های نیروبخش او خستگیش را از بین می‌برد. او از استراحت روحی کافی برخوردار است. برنامه استراحت روحی میلتون نسبت به جان از حساب و کتاب کمتری برخوردار است. او برنامه‌ای برای آخر هفته خود ندارد. میلتون معمولا جمعه شبها احساس خستگی می‌کند، اما بر حسب عادت از زنش می‌پرسد برای امشب برنامه‌ای داری؟ اما برنامه در همینجا خاتمه می‌یابد. میلتون و زنش به ندرت مهمانی می‌گیرند و یا به مهمانی دعوت می‌شوند. میلتون صبح‌های شنبه تا دیر وقت می‌خوابد. بعد از آن خودش را با یک یا چند جور کار سرگرم می‌کند. شب‌های شنبه میلتون و خانواده‌اش به سینما می‌روند یا تلویزیون تماشا می‌کنند مگر کار دیگری دارند که انجام بدهند. میلتون بیشتر صبح یکشنبه را در تخت خواب می‌ماند و بعد از ظهر یکشنبه یا خانواده میلتون به دیدن بیل و ماری می‌روند و یا بیل و ماری به دیدن میلتون و خانواده‌اش می‌آیند. بیل و ماری تنها زوجی هستند که میلتون و زنش مرتباً به دیدن آنها می‌روند. غالباً بیشتر آخر هفته میلتون با حالت خستگی و کسلی سپری می شود تا وقتی که عصر یکشنبه به پایان برسد. تمام اعضای خانه به خاطر تب در خانه ماندن روی اعصاب یکدیگر راه می روند. هیچ درگیری و کشمکشی وجود ندارد، اما ساعتها درگیر جنگ روانی هستند. تعطیلات آخر هفته میلتون ساعتها کسل کننده در دلگیر و غم‌انگیز است. میلتون اصلا برنامه استراحت روحی ندارد. حال تأثیر محیط و فضای خانه بر جان میلتون چیست؟ در طی 1 یا 2 هفته هیچ تأثیر محسوسی دیده نمی شود، اما در طولانی مدت یعنی پس از گذشت ماه‌ها و سالها تأثیر بسیار شدید می شود. شرایط محیط جان به او نیرو می بخشد، ایده های جدید به ذهن او می رساند و تفکراتش را نظم می دهد و او مانند ورزشکاری که استیک بخورد سرحال است. شرایط محیطی میلتون روح او را گرسنه نگه می دارد. ساختار تفکر او مختل و آسیب دیده است و او مانند ورزشکاری که از شیرینیجات و آبجو تغذیه می شود. جان و میلتون ممکن است که امروز در یک سطح قرار بگیرند، اما در طی ماه‌های آینده به تدریج شکاف گسترده‌ای بین آنها به وجود خواهد آمد، در حالی که جان جلوتر از میلتون قرار دارد. شاهدان اتفاقی میگویند ما حدس می‌زنیم جان چیز بیشتری در چنته داشته باشد، اما ما که از ماجرا خبر داریم توضیح خواهیم داد که بخش اعظم تفاوتی که در عملکرد شغلشان وجود دارد نتیجه تفاوتی است که در خوراک ذهنی این دو نفر می باشد.
هر کشاورزی که در مزرعه ذرت کار می‌کنند می‌دانند که اگر کود بیشتری به ذرت خود بدهند محصول بیشتری خواهد داشت. ما نیز برای به دست آوردن نتایج بهتر باید تغذیه بیشتری به فکرمان بدهیم. من و همسرم به همراه 5 زوج دیگر ماه گذشته عصر فوق‌العاده‌ای را در مهمانی مدیر اجرایی فروشگاه و همسرش گذراندیم. من و همسرم کمی بیشتر از سایر مهمانان نزد مدیر و همسرش ماندیم. بنابراین فرصتی پیدا کردم که از میزبان خود سوالی که تمام شب ذهنم درگیر آن بوده را بپرسم. به او گفتم مهمانی بسیار خوبی بود، اما مسئله را متوجه نمیشم. من انتظار داشتم که در مهمانی امشب دیگه مدیران فروش را ببینم، اما مهمانان تو هر کدام متعلق به زمینه خاصی بودند. یکی دکتر، یکی مهندس، یکی حسابدار و دیگری معلم. او خندید و گفت درست است، ما اغلب فروشنده ها را مهمان می کنیم، اما برای من و هلن دعوت افراد مختلفی که از راههای دیگری امرار معاش میکنند جالب است. من نگران اینم که در مهمانه هایمان فقط افرادی که علاقه مشترکی با ما دارند را دعوت کنیم و خودمان را همیشه در جاده قدیمی بیابیم. او ادامه داد علاوه بر آن کسب و کار من همان مردم هستند. هر روز گروه‌های مختلف صنفی به فروشگاه ما می‌آیند. هرچه بیشتر مردم ایده‌هایشان، علایق و دیدگاه آنها را بشناسم، در ارائه خدمات مورد نظرشان و فروش کالای مورد نیازشان موفق‌تر خواهم بود. این بخش از کتاب جادوی فکر بزرگم تموم شد. من نایلی هستم و تشکر بسیار زیادی دارم از شما. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید.